درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 51. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه‌های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتابی ششم، بابی یکم. پس از شنیدن این سخن کوروش به وی فرمود که به نزد شوهرش قاصد فرستد و او این کار را به اجرا رساند. همین که ابردت رمز شرطی را که زنش به او فرستاده بود فهمید و به هر آن مطلبی که زنش به او رسانیدن می‌خواست گوش داد و با شادمانی تقریباً 1000 نفر سواره را با خود گرفته به نزد کوروش رفت. و پاسبانگاه پارس ها رسیده او درباره خودش خبر داده خواهش کرد که به کوروش درباره او اطلاع دهد. کوروش باشد فوراً امر داد که او را به خیمه زنش برد. همین که زن و شوهر همدیگر را دیدند خویشتن را در حال با آغوش هم پرتافتند و آن خرسندی کاملا فهمای را از این واخوری فرا گرفت که به آن امید بستن دشوار بود. سپس پنفیه به شوهرش درباره رفتار پرهیزگاری کوروش، درباره خاکساری او و دلسوزی او نسبت به خودش نقل کرد. ابردت سخنان او را شنیده گفت: چیکار کنم پنفیه که به کوروش هم برای تو و هم برای خودم سپاسگزار باشم؟ تنها یک چیز جواب داد پنفیه: کوشش به خرج ده که مناسبتت مانندی مناسبتی او باشد. پس از آن ابردت به نزد کوروش رفت. ابردت به کوروش نزدیک آمده از دستش گرفت و خطاب کرد: برای هر نیکی که در حقمان داشتی کوروش، تنها یک چیز را به تو پیشنهاد کرده می توانم. مرا کاملا به حیث دوست، خدمتگار و شریک نزدیکت قبول کن. من بعد من سعی و کوشش خواهم کرد که به قدر امکان برایت در اجرای همه کارهایت یاوری بهترین باشم. من تکلیفت را قبول می کنم، جواب داد کوروش. واقعا حالا من به تو اجازت می دهم که با زنت خوراک شام خوری، اما از این پس باید در نزد من همراه با دوستانی مشترکمان خوراک بخوری.
به زودی ابردت پی برد که کروش به ساختن فایتونی داستدار و مجهز ساختن سواره‌های جوشن‌های زریح پوش و اسب‌های آنها با جد و جهد مشغول است. پس او نیز تصمیم گرفت که برای کروش از حساب جنگاوران سواره خود تقریباً 100 فایتونی به این مانند مجهز نماید و شخصاً نیتی سوارشوی به فایتونی را داشت که با آن گروه جنگیش را سروری کند. ابردت فرمود که برای خود فایتونی را با 4 تیرک چوبین که با آنها 8 اسب بسته می شد مجهز سازند. زنش پنفیه باشد از حساب مبلغ‌های پولی خودش برای او جوشن طلایی، کلاه طلایی و پارچه‌های آرنج پوش را به همان گونه ساخت. اسب‌هایی را که به فایتون‌ها بسته شده بودند پره با زره پوش میسین محکم کرد. در حالی که ابردت به این آمادگی ها مشغول بود، کروش فایتونی او را با 4 تیرک دیده فکری به مینه سرش آمد که حتی با 8 تیرک نیز هم فایتون ساختن ممکن است تا 8 جفت برزگاو تختگاهی این تجهیزات جنگی را برده توانند. این تجهیزات از پایان در یک جایگی با چرخها تا بالای آن تخمیناً 3 ارگی بلندی داشت. کروش گمان داشت چنین فایتون‌ها که از پس قطار جنگاوران می رفتند برای این فلنگ کمک زیاد و به صفهای حربی دشمنان ضرری کلان رسانیده می توانستند. و در بالای تختگاه ها راهروهای دایره شکل را با دندانه ها ساخته در هر یک برج آن 20 جنگاور را بر جا گذاشت. وقتی که همه چیز با برج ها آماده گردید، او وزن آنها را سنجیده معلوم کرد که 8 دسته جفت شده چنین برج را با آدمانی که در بالای آن نشستند آسانتر می بردارد، نظر به آن که هر یک فایتون 25 تلنت را وزنینتر پیش می برد، در حالی که وزن عمومی برج که از چوب‌های قفسیشان یک خیره‌ای مانند صحنه تئاتر ساخته شده است در یک جایگی با وزن 20 سرباز مسلح برابر است و معلوم شد که به هر یک فایتون کمتر از 15 تلنت ضرور است. همین که کروش به آسانی حرکت این مناره ها باوری حاصل کرد، آنها را فوراً با همراهی تمام لشکر برای عملیات آماده نموده باوری داشت که در جنگ هر گونه برتریت در یک وقت هم نجات، هم عدالت و هم خوشبختی است. کتابی ششم، بابی دویم. در این وقت قاصدان از جانب شاه هندوستان نیز حاضر شدند که با خود مبلغی پولی آورده بودند و به کروش خبر دادند که شاه ایشان فرموده است که به او چنین اطلاع دهند: ای کروش، شادم که مرا از نیازهای خود خبردار کردی. من میخواهم مهمان نوازیت کنم و برایت پول فرستم و اگر به چیز دیگری احتیاج داشته باشی به من خبر ده. به سفیران من سپارش داده شده است که هر یک فرمانی تو را
اجرا کنند. پس از شنیدن این خبر کروش گفت: در این حالت از همه شما خواهش می کنم در جایی که خیمه زده اید باقی بمانید، پولها را پاسبانی کنید و با خوشنودی حیات بسر برید. اما بگذار 3 نفر شما در زیر نقاب سفیران شاه هندوستان به نزد دشمنان ما روند تا درباره همپیمانی گفت و شنید نمایند. هر آنچه را که دشمنان میگویند و به اجرا میرسانند در آنجا فهمیده هر چه زودتر به من و شاه خودتان خبر دهید. اگر شما از عهده این سپارش به خوبی برآمده توانید، من برای آن از شما بیشتر از مبلغی که با خود آورده اید منتداری خواهم کرد. چون که جاسوسان ما که در لباس غلامان کار میبرند از آن چیزی که به همه معلوم است بیشتر فهمیده و گفتن نمیتوانند. آدمانی مانند شما باشند اکثرا حتی نیتهای مخفی ترین دشمنان را کشف کرده میتوانند. هندوها با خوشنودی این تکلیف را پذیرفتند و بعد استقبال دوستانه در خیمه خروش علکه روز دیگر با آمادگی به راه برآمدند و وعده دادند که هرچی بیشتر اسرار دشمن را آشکار نموده در مهلتی زودترین برمیگردند. در همین حال کروش به جنگ آمادگی کامل میدید و از هر جهت همچون انسان عمل میکرد که به تمام یگان کار میده را به نقشه نمی گرفت. در برابر این وی نه تنها درباره اجرای قرارهای همپیمانها غمخواری میکرد، بلکه کوشش به خرج میداد که در وجود آنها روحیه مسابقه بین همدیگری تبلیغ یابد تا که همه آنها سعی ورزند که از نگاه مسلح شوی نسبت به دیگران بهتر به نظر رسند، خود را همچون سواره های بهترین، نیزه پرتایان و کمانورانی ماهر، جنگاورانی با غیرت و مهنت دوست نشان دهند. برای نائل شدن به این هدف او اکثرا آنها را به شکار می برد و از این یا آن جهت بهترین ها را با مکافات ها سرفراز می نمود. همین طور اگر می دید که فرماندهان گروه های جنگی نیز کوشش می کردند که سربازان آنها بهترین باشند، این فرماندهان را مکافات داده تعریف و ستایش می نمود و با هر راه لطفشان را به جا می آورد. هنگامی که هر گونه قربانی به جا می آورد و یگان عید را جشن می گرفت، به این مناسبت نیز در همه نوعهای مشقهای حربی که برای آدمان معلوم بود مسابقه ها برگزار نموده به غالبان جایزه های عالی جناب می داد تا که تمام لشکر را شادی و فرح فرا گیرد. نهایت کروش علکه همه چیزها را به استثنای تجهیزات محاصروی که می‌خواست در محاربه حربی با خود برد آماده ساخت. شماره سواران پارسی به 10,000 نفر رسیده، مقداری فایتون‌های حامل داس‌هایی که آنها را خودی کروش مجهز کرده بود به 100 و شماره آن فایتون‌هایی که مجهز نمودن آنها را ابردت تصمیم گرفته بود نیز به 100 عدد رسید. کروش این چنین که اکثر را وادار نمود که فایتون‌های مادگیرا از نو سازد و نوع آنها را از شکل‌ها تریانی و دیبیگی
به پارسی حاضره عوض کنید. کروش اینچنین که اکثر را وادار نمود که فایتون‌های مادگی را از نو سازد و نوع آنها را از شکل‌های ترینی و لیبیگی به پارسی حاضره عوض کند. شماره آنها نیز به 100 نفر رسانده شد. سپس کمانوران سواره اشترها تعیین گردیدند، 2 نفر در بالای هر یک اشتر. در نتیجه عامه بزرگ جنگاوران را باوری فرا گرفت که گویا آنها الکی در جنگ غلبه کرده باشند و قوه های دشمن حتی سزاواری به نظر گرفتن آنها هم نیستند. چنین بود روحیه داخلی لشکر تا دم رسیدن هندوخواه از اردوگاه دشمن که آنها را کروش به آنجا برای جاسوسی فرستاده بود. آنها خبر آوردند که کریس راهبر و فرمانده تمام قوه های نظامی دشمن انتخاب شده است و آنکه از جانب همه شاهان هم پیمان های آنها قرار داده شده است که هر یکی آنها باید با تمام لشکر خود به جنگ بیایند و مبلغ بزرگ جدا نموده است که باید برای کرای جنگاوران از هر جایی که امکان دارد و برای تقدیم تحفه ها به هر کسی که به آن احتیاج دارد صرف گردد. الکی شماره زیادی فرکیگی ها کرا شده اند که با شمشیرهای دراز مسلح بودند و برای کمک مصری ها نیز از طریق بحر به جانب آنها حرکت دارند که شماره اشان از روی گفته های آدمان تا به 120,000 نفر می رسد و همه آنها با سپرهای درازی تا ساق پایشان رسیده، نیزه های درازی که تا حالا هم استفاده می برند مسلحند. علاوه بر این حاضر شوی لشکری کپری ها را انتظارند و لکی همه کلیکیگی ها فریگیگی های هر دو طرف فریگیا، لیکانی ها، پفلگانی ها، کپادوکی ها، عرب ها، فینیکیگی ها و همراه با حاکم بابل آشوری ها همه به آنجا حاضر شدند. اینچنین از پس کریس یانی ها، ایالی ها و تقریبا همه ایلین های دیگر که در آسیا زندگی می کنند نیز مجبور شدند که به محاربه حربی همراه شوند. کریس حتی سفیران خود را به لکیدیمان فرستاده است تا که درباره همپیمانی گفت و شنید کنند. شما گفتار 51 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینافوند تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.